سلام به همگی. میخوایم بدونیم چرا میلیون‌ها طرفدار ورزش عاشق این ورزشکارهای باور نمیتون ایرانی هستند. وقتشه بفهمیم. اول از همه علی دایی، فوتبالیست افسانه‌ای که بیشتر از 1000 تا گل ملی زده. تلاش و پشتکارش تو زمین برای میلیون‌ها نفر الهام بخشه. بعدی کیمیا علیزاده، اولین زن ایرانی که مدال المپیک گرفت. مدال برنز تکواندو. یه پیشرو واقعی. حالا میرسیم به احسان هدادی، پرتابگر دیسک که اولین مدال 2 میدانی رو برای ایران گرفت. قدرت و دقت تو هر پرتابش موج میزنه. لیلا رجبی رو هم نباید فراموش کنیم. قهرمان پرتاب وزنه که تو مسابقات آسیایی کولاک میکنه. ترکیبی از قدرت و ظرافت. و در آخر حسن یزدانی، کشتیگیر آزاد با کلی قهرمانی جهان. یک قدرت بی‌نظیر روی تشک کشتی. این ورزش